تظاهرگران ارمنی استعفای نخست وزیر سرژ سرکیسیان را تجلیل می‌کنند که غیر انتظار از مقامش دست کشید. سرژ سرکیسیان بعد از 11 روزی تظاهرات زیر فشار تظاهرگران و یک هفته بعد از آن که نخست وزیر شد از این مقام رفت. او 10 ساله رئیس جمهور بود و روز 17 اپریل در پارلمان نخست وزیر انتخاب شد. پیش از اعلان استعفای او نیکول پاشینیان پیشوای مخالفان دولت را از بازداشت رها کردند. او بعد آزادی به تظاهرگران در یروان پیوست. پاشینیان روز 22 اپریل با سرژ سرکیسیان ملاقات کرد، ولی بعد آن که گفت می‌خواهد استعفای نخست وزیر را بررسی کند، سرژ سرکیسیان ملاقات را ترک کرد. پیش از سخنرانی پیشوای مخالفان ازدحام عظیم در مرکز یروان جمع شد.